ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر. پیغمبر علیه السلام یا چی بهانه داره؟ آخر تو خویی تو رام نکرده ای که از یا چیزی سوغات و چیزی پیسه و اجرت طلب کرده باشی که این مردم بهانه بگیره که اون مردم ما پرداخته نمیتونیم. این ملا صاحب آمد از ما حقوقی را طلب میکنه که ما توانش نداریم. انبیاء علیهم السلام یکی امتیازاتشان همیسته که گاهی هم مسئله مادی را برای مردم پیش نکرده و نه مطالبه کرده. چرا اگر مسئله مادی مطالبه شود آلی دیگه زنجیر بسته میشه در دست و در دهن پیغمبران علیهم السلام. چرا باز گپ زده نمیتونه، نه بینواز رد میتونه، نه سودخور رد میتونه، نه غاصب و دزد رد میتونه، به خاطری که همیشه دسبینی از وا میباشه. هر عالمی که اینمی قسم دسبینی مردم خود جور نمیکنه، به خود کسب میکنه، محنت میکنه، زحمت میکنه، موچی گری بکو لیکن دسبینی مردم خود نساز، به خاطر ازی که تو باز حق بیان کرده نمیتونی. خصوصیت انبیاء علیهم السلام امتیازشان دمی بوده، یکی وقت هیچ گاه نظرشان طرف مادیات نبوده. از همون خاطر یک رهبری واقعی کسی که رهبری واقعی است از جمله مشخصاتش امیسته که او توجهش سری و نمو اسباب و مفاخر می باشه که معنوی می باشه، انسانیت رشد میده، به انسانیت عزت قائل است، دنبال از او چیزا میگرده. هیچ پیغمبر نامده که از مردم مطالبه مادیات کرده باشه یا خود دنبال مادیات فراهم ساختن نظام زندگی خود شده باشه. پیغمبر علیه السلام زندگی تیر کرده که عایشه رضی الله عنها میفرمه به الله قسم ما گاهی هم به شکم سیر طعام چی نکردیم نخوردیم. در خانه ما اینطور نشده بود که دو چیز جمع شده باشه. اینطور حالت پیغمبران تیر میکنه، لیکن به مردم ثابت میکنه که یقینا یا در راه رشد و ترقی مردم هستند، تلاش داره که مردم انسانی واقعی جور شود. ام تسألهم خرجا، یا تو از یا درخواست کرده ای چیزی مزده، فخراج ربک خیر، کدام مزدی که پروردگار بری تو میده او بهتر است از مزد از یا کرده. و هو خیر الرازقین، الله بهترین روزی دهنده است. رزق در پیش الله متعال است، تو هیچگاه تم توقع از یا نداری از مزد. چرا؟ به خاطری که مزد الله زیاد است. امروز جنجال سریزی میشه که آیا الا قاری سے پیسه بگیره یا نگیره، برش حلال است یا نه. در مسئله گیروی میگه که آیا در خانهش بشینه او را کرا بده یا نگیره. عمر دکه وقتی ثواب آخرت طلب میکنی در مقابلش متاع دنیا را او طرف بگذار. الله تو قاری صاحب که عزت داده، الله متعال این کرامت برات نصیب کرد که در ماه مبارک رمضان برای کل مردم قرآن بشنو، خاص به خاطر رضای الله، امی برات کافی است. الله اسباب و راه های رزق برات فراخ می سازه. تنها به این نیست که تو از مردم چنده جمع بکنی در مقابل ختمای، این قطعا نادرست است. یک تعداد مردم افسوسی است، ما تعجب به این ماندیم که یا داد از مذهب میزنه. این مذهب کی به دردشان میخوره؟ زمانی که مذهب چیزی را حرام کرده یا برش حیله جور کرده، دستی حیله برش جور کرده. در مذهب حنفی اجرت گرفتن سر امامت، سر آذان، سر قرائت قرآن کریم حرام است و این آیت قرآن پیش میکنه ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. یعنی از دیگه مذاهب که در مذهب حنفی در اینجا بسیار شدت داره، اما پیروانش ایله جور کرده رایسته برای خود. چی ایله جور میکنه؟ ما به قاری صاحب در عوضی نمازی فرض امامت باز علمای متأخرین احناف میگه که در مقابل امامت اجرت گرفتن جایز است. چرا جایز است؟ اگر ما به امام پیسه ندیم، هر کس بره دنبال دنیا، هیچ کس نمیمانه که اینجا نماز بده به مردم. از او خاطر فراهم ساختن ضروریات زندگی یک امام سری مردم است، بعد اجرت بده. خو لیکن به قرائت قرآن کریم هیچ نوع ضرورت نیست. یک آدم هیچ قرائت قرآن نکنه، ختم تراویح یک امر مستحب است، هیچ نمیکنه، هیچ ختم نمیکنه. از او خاطر در مقابل از این اجرت گرفتن حرام است. کتابایشان پر است اما یا حیله میکنه. دین چیزی که منافع شخصیشان دو باشه این تو راه ها را جور میکنه. چی میگه؟ ما در مقابل وقت امی قدر وقتی خود که قاری صاحب میده و در مقابل وقتش میدیم، یا در مقابل نماز فرضش میدیم، یا دیگه چی میگه؟ نه ما او خود نه طلب نکردم، ما از جان خود میگیم. بچه کاکا بیشی قطمه در مقابل دیگر روز در مقابل امی قدر وقت امی قبول بده که میدی یا نمیدی. چرا؟ یخادعون الله والذین آمنوا، با امرای الله مخادعه میکنه. الله شما را خبر نداره؟ آیا در دیگه وقت در مقابل امی قدر وقت امی قبول تو میدی؟ پدر تام نمیده،
این ملا صاحبید که مکمل 12 ماه برات چی میکنه؟ بگه 12 ماه اینجا امامت میکنه. ما 3000 روپه داده رئیستی که 36000 روپه میشه. قاری صاحب 1,40,000 افغانی داده در مقابل 30 ساعت که 30 شو برات بیای یک ساعت تیر کرده باشه در مقابل 30 ساعت میدی. در دیگه وقت در 30 ساعت همی قبول دادی. دروغ چرا میگی؟ لعنت الله سرت نمیشه؟ از قلب الله خبر نداره؟ تو معامله فریب با الله میکنی. دیگه چی میگه؟ ما در مقابل وقتش میدیم که وقتش ضایع میشه، از خانه میایه. دیگه وقتام که از خانه میایه قدر پول میدی؟ ما از جان خود میدیم. خیلی خوب. امی قاری صاحب سال آینده تلاوت براتان نمیکنه، ختم براتان نمیکنه. ببینیم که یک جوره کالا را برش میدی یا نه. چرا مرا فریب میدی؟ الله را فریب داده میتونی؟ افسوس است در جایی که منافع شخصی در خطر است 1000 ایله را جور کرده رویستی. بیگاه یک برادر بر من زنگ میزنه که مولا صاحب گفته که وی این حق ما اخذتم به اجرا کتاب الله، لایقترین چیزی که شما در مقابلش اجرت گرفتی کتاب الله است. و در مورد دم کردن است که دم کرده در مقابلش اجرت گرفته. دم کردن علاج است، در مقابل علاج پول میگیری. مثل که یک دکتر علاج میکنه پول میگیره. لیکن این مردم در اینی سند در تراویح میچسبانه. عجیب است. اگر تو مقلد هستی بدبخت اظهارم نمیتونی. اگر مقلد هستی تو خب باز دیگه حدیث هیچ دلیل نگی. تو لیاقت نداری که حدیث پیش کنی. کی حدیث آمده؟ تو خب فقط قولی مجتهدی تا میگیری خلاص. او مجتهدت برات گفت امام ابو حنیفه که حرام است، پدرت نمیتونه که تو بگوی حلال است. خب افسوس است که من گفتم که مذهب بر ازای وسیله است. وسیله چی؟ حصول متاع دنیا. فقط اینو میگه. پس چرا در چوکات مذهب اسقاط میکنیم؟ چرا؟ در مذهب ماست. خب 3 و 4 میکنیم؟ چرا؟ در مذهب ماست. گرچه در مذهب شانام نیسته، لیکن مردم فریب میده. تعجب است. این دین چی را میگه؟ ما ایران ماندیم که 7 روز در پیش الله متعال میره چی جواب میگه؟ بسیار سخت است. انبیاء علیهم السلام اجرت نگرفته، امام اجرت نگیره، آزاد امامت بکنه، تعلیم بکنه، خدمت بکنه، از کسی توقع نکنه. خب لیکن من میگم که الله میگه فخراج ربک خیرون، مزدی که الله برات میده او بهتر است. الله اینطور در قلب کسای بندازه که بیایا خدمتی تا بزور پول برات بده، بزور که امیر بگی افتخار خود بدانه که باش پولی مرا فلانی بگیره. تو خدمت دین الله را بکن، باز بعد از میبینی و هو خیر الرازقین، الله بهتر روزی رساننده است. کسی که خدمت دین کرده یک لحظه بیکار نشده برای از اینکه بره کمایی کنه زندگی دنیا را، اما الله رزقش مهیا کرده. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. پیغمبر علیه السلام میگه که تمام وجوهاتی که یا بهانه میکنه کلش منفی است. پس اینجا نقصان از خودی از واست، از طرف تو نیست. تو تمام کوشش های خود خرج کرده ای و دعوت تام بالکل دعوت حق است. چرا مردم برای مستقیم دعوت میدی؟ کدام رای غلط خود است. پس اصل مشکل از ناحیه خودشان است، نه از ناحیه تو. ناحیه تو همه مشکلات حل است. رهبری واقعی در اینجا 4 صفتش ذکر کرد. اول آدم شناخته شده، دوم تسلیم خواهشات مردم نشوه، حق تابع خواهشات نکنه هر قدر، سوم پافشاری زیاد و اصرار به نشر اشاعت دین داشته باشه، چهارم هم اجرت و پاداش در مقابل خدمت خود نگیره. این بعض صفات رهبری واقعی است. کسی که دعوت میده بعد صفات را داشته باشه. و انک لتدعوهم، یقینا تو دعوت میدی آره الی صراط مستقیم، به سوی راه درست و برابر. و ان الذين لا يؤمنون، یقینا پس از ناحیه تو کدام مشکل نیست. و ان الذين، یقینا کسانی که لا یؤمنون بالآخرة، عقیده با آخرت نداره، مال متاع زرق و برق دنیا را اصل مقصد زندگی ساخته، فکر میکنه اینمی دنیاست. عن الصراط، از راه مستقیم، لناکبون، یکسو میشوند و نمیخوان. چون اگر اینطور برش بگویی که پس زنده شدن حق است، اونجا سوال و جواب میشه. ای چی میشه؟ مانع پورا کردن خواهشاتشان میشه. از او خاطر میگه ما سر آخرت عقیده نداریم. این مردمه که هر قدر دلایل واقعی و درست پیش کنی باز هم قبول نداره. ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم، بعد از این قدر بهانه جویی الله متعال اسباب جدیده برای بیدار ساختن از یا مقرر میکنه که باش از زیرا مگرم یک کمی به هوش بیا بیدار شوه. الله متعال میگه مثل که توسط آیات تشریعی را
مورد امتحان قرار دادم تا که یا متاثر شوند، حقیقت ها را درک بکنه، تعامل بکنه که مثلا الله نماز گفته دی نماز چقدر خوبی است، روزه را سر ما فرض کرده چقدر خوبی ها دی است. از نگاه امور تشریعی یا کمی بیدار میشد، تعامل میکرد، لیکن بیدار نشد. حالی از نگاه امور احکام تکوینی الله سرش حالات زندگی را متنوع میه، گاهی راحت و گاهی مصیبت و گاهی مرض و گاهی تکلیف، به خاطر که یک کمی وجدانشان بیدار شوه، ضمیر خفتهشان یک کمی به هوش بیه. الله میگه ولو رحمناهم، اگر ما سرشان رحم بکنیم، و کشفنا ما بهم، دور کنیم ما او تکلیفایی که بهم بالای از یاس، من در از تکلیف، به دعای پیغمبر علیه السلام باز همی مردم به هوش نمیه، اینقدر مستغرق هستند در نعوذ بالله خرافات و بدعات که هیچ بیدار نمیشه. للجو اصرار داره فی طغیانهم، دمو سرکشی خود یعمهونه که یا سرگردان دومی هستند. بله الله قحطی را سری اهل مکه آورده بود، اینطور چیزایی را خوردن که در حالت عادی کسی هم را نمیخورد، استخوانا را جوش دادن نعوذ بالله، حتی در مرداریا حیوانات مردار هم خوردن. آخر که نشد آنقدر گرسنگی یارا فرا گرفت که از دست گرسنگی کل هوا برشان دود معلوم میشد. دود پیش پیغمبر علیه السلام آمدن عذرا بکرد که دعا کو که الله تکلیف از ما دور کنه، ما ایمان میاریم. زمانی که پیغمبر دعا کرد زور امام زدی تراوی. ولقد اخذناهم بالعذاب، یقینا گرفته بودیم یارا به عذاب که نمی قحطی بود. فما استکانوا، فروتنی نکردن که یا عاجز میشدن به الله تسلیم میشدن، لربهم، به پروردگار خود فروتنی نکردن، تسلیم و عاجز نشدن. بعد میفهمیدن که یقینا همه امکاناتی که ما داریم در اختیار خود نداریم، این مهارت های خودی ما نیست، این یک هستی دیگری است که اختیارات داره. و ما یتضرعون، و دیگه زاری هم نکردن، عاجزی هم نکردن که متوجه میشدن، توبه میکردن از امو غرور و تکبری خود. حتی اذا فتحنا علیهم بابا، یعنی تایی که یا وقت اعلا کردیم بالای از یا بعد از دسختی توسط تکلیف هم ضمیر و وجدانی از یا بیدار نشد، تایی که ما سرشان اعلا کردیم، باز کردیم علیهم بالایشان بابا، یک دروازه ذا عذاب شدید، صاحب عذاب سخت، یا در دنیا یا در آخرت حتمی است. گاهی گاهی در دنیا الله عذاب میاره، اذا هم فی مبلسون، ناگهان دری عذاب یا مردم ناامید است، اینطور فکر میکنه که رفتیم دیگه تباه شدیم. مومن طور نیست، در حالت سختی هم استوار صبر میکنه، از جانب الله متعال خود میدانه و میگه که بله الله پاداش زیر برام میده در آخرت. اما وقت راحت و نعمت سرش میاد شکر گزاری میکنه، خود نمیبازه، ناز و نعمت و عیش پرستی نمیکنه، بلکه حقوق الله را در نعمت های الله پورا میکنه. و هو الذی، الله ذاتی است، الله متعال باز ذات منعم است، انعام کرده. این انسان ها بیچاره لااقل در نعمت های الله خو یک کمی فکر میکرد، هر حال چقدر نعمت های بزرگ برش داده. سه وسیله افهام، سه وسیله بیدار شدن، سه وسیله شناخت انسان که انسان توسط ازی معرفت عام و تام تمام چیزا را حاصل میکنه، اما یا امین نعمت ها را قدرش نمیدانه. و هو الذی، الله ذات است، انشأ لكم السمع، که پیدا کرده برایشان آله قوت شنوایی، و الابصار قوت بینایی، و الافئده قوت تفکر، دلا را برش داده، گوشا را برش داده، نظرها را برش داده، چشما را، و الافئده دلا را، هر کدامش آله و ابزار شناخت برای تمام چیز است. قلیلا ما تشکرون، خیلی کم شما شکر گزاری میکنه، بسیار کم، خیلی کم. لایق است که نعمت عظیم الله را یا آشنا شو و بفهمه نسبت همین نعمت به منعم حقیقی بکنه و این سبب شناخت منعم حقیقی شوه که الله کدام ذات است. لیکن این مردم با وصف اینمی قدر نعمت ها باز هم هیچ کدام چی نداره. در اینجا الله سمع را پیش کرده و الابصار بعد از او. اول ابزار شناخت انسان گوش است. طفل که در دنیا میایه چشمایش پاک میباشه حتی تا یک روز دو روزه، لیکن گوش شنواسته. اولین حسی که در چیسته در طفل چی میشه؟ اما گوش است. بعد از او باز چشمش، بعد از او تفکر، قوت تفکر پیدا میشه. دو آله برای چیسته؟ دیدن محسوسات، درک محسوسات است. یک آله برای درک معقولات است که قلب است. و هو الذی، الله ذاتی است. بله الله متعال برای شناخت خود تنها به یک اکتفا نکرده، بلکه به اموری که در بیرون
وجود انسان قرار داره او را پیدا کرده تا انسان متوجه از او شوه، منعم حقیقی الله خدا بشناسه. لیکن بازم یک تعداد مردم ضمیرشان امو رقم غرق خواهشات و عیش پرستی است. و هو الذی الله ذات از ذرأکم فی الارض که آفریده پراگنده ساخته شما را در روی زمین، و الیه یعنی پیدام الله کرده، و الیه خاص به سوی الله تحشرون شما جمع کرده میشی. خود به چشم سر میبینیم پیدا میشیم پس وفات میکنیم. و هو الذی چطور الله را آدم نشناسه که مخلوق کلش در اختیارش پیدا میکنه فنا میکنه. باز و هو الذی یحیی و یمیت الله ذاتی است که زنده میکنه. یعنی برای معرفت الله متعال اینمی قدر کافی است که قدرت کامل الله را در این امور ببینه، مشاهده بکنه، عظمت الله را بشناسه. الله هم ذاتی است یحیی که زنده میکنه، یمیت و میمیرانه. و له در اختیار الله متعال است اختلاف اللیل و النهار، اختلاف شب و روز، یکیش تاریک دیگهش روشن، یکیش سرد دیگهش گرم، یکی زیادتر دیگهش کمتر، کل اختیارات در پیش الله متعال. افلا تعقلون آیا شما عقل نداری که تفکر بکنی، منعمتانه بشناسی، خالقتانه خدا، بعد از حقوق بشناسی، مسئولیتتانه بشناسی. بل قالو این مردما تمام شیوه های تحقیق برش مهیا کرد الله متعال. ای هستی پهناوری که بیرون به نظر خود میبینه، آسمان، مهتاب، آفتاب، زمین، کوهار، بحر، دریار، گیار، کلش محل تأمل و نظر کردن است برای معرفت الله متعال. تحقیق میکرد میفهمید که نمی خود اموتور نمیشه، بلکه ایده قدرت و اختیار یک ذاتی است که علیم و حکیم و قیوم و حی و قادر مطلق است. این کل صفات را داراست. یک انسان تأمل بکنه باید درک بکنه. لیکن یارای تحقیق بله اسباب تحقیقم برشان داده بودم، گوش، چشم، دل، قلب برش داده بودم که یا تحقیق بکنه، محل تحقیق و اسباب تحقیق هر دوره برش داده بودم. لیکن یا نه اسباب تحقیق کار گرفتن، نه در محل تحقیق کردن، بازمو تقلید کورکورانه. بل قالو بلکه گفتن مثل ما قال الاولون، به مثل او گفته که پیشینا گفته بود. یعنی اندیشه و عقل خود رها کردن، دنبال تقلید رفتن، چیزی که پدرها کرده، چیزی که پدرها گفته، اینمی طور است. هر انسانی که تقلید میکنه حتما خطا میشه، در تاریکی باقی میمانه تا وقتی که انسان در یک حلقه خود گیر کرده بیچارگک کل فکرش دونمونجا چرخ میخوره، نمیکنه که بیرون بره که چی گپاسته. ما همیشه حالا کتاب این کتاب حنفی، کتاب حنفی، کتاب بان که کتاب شافعی را، مالکی را، حنبلی را، یکی دیگر را بخوانیم، مطالعه بکنیم که در دنیای دیگه چیزی هست یا نیست یا تنها نیست. فقط چشمایت کوری طرف و طرف هستی کده نمیتونی. قالوا اذا متنا و کنا، سابقه از کدام گپا گفته بود که یا ممو گپا گفتن وقتی که ما بمریم و کنا ترابا شویم خاک و عظاما ما استخوان جور شویم، انا لمبعوثون آیا ما پس زنده کرده میشیم؟